سلام دوستا، ساعت 11 شب است و یک ویدیوی دیگه براتان ساختیم و یا در حال ساختنش هستم و این ویدیو شاید برای بسیاری از کسای شما فایده مند باشه. ما در این ویدیو میخوایم در مورد گردن گپ بزنم. مشکل گردن هر کسی که یک سنه کمک سنش بلند میره داره. بعضی کسا پیششون درد پیدا میشه در گردن، پیش کسایی هستن که مشکلات حسی حرکی پیدا میشه، خصوصا کسایی که خو میکنن صبح که میخیدن دستایشان گز و مرمر میکنه، خو بردگی میداشته باشن. این اکثرا از شکایت هایی است که ما داریم پیش مریضان. یعنی گفتم که بسیار کسا هستن که مراجعه میکنن که دستم خو میبره، درد گردن دارم، به طرف شانه انتشار میکنه. اکثرا بالای سن 40 شروع میشه این مشکلات کوچک و اما تو دوام میکنه. هر چقدر سن بلند بره کمک این مشکلات زیادتر شده میره. ما در اینجا تصویر قراره که میبینین تصویر دارم از تصویر گردن است. تصویر گردن توسط MRI گرفته شده و MRI یک معاینه تصویر برداری هست که در اوجا ما تمام انساج نرمه به بسیار خوبی میتونیم ببینیم. چیزی که درش آب داره، خود مایی، خلیطه های مایی، مثلا کیسه صفرا، مثلا جایی که آب است، این بهترین تصویر برای ما در MRI میده. نظر به کوالیتی خود MRI که کدام رقم ماشینش داریم، ما معاینات مختلف را میتونیم برای مریضا به اصطلاح اجرا کنیم. در MRI ما کانترست یا ماده رنگر هم اگر ضرورت باشه میتیم. البته تمام سیکونس ها یا تمام عکس هایی که ما توسط MRI میگیریم نیاز به گرفتن یا دادن کانترست و یا ماده رنگ نیست، اما در بعض شایعات نیازمند این کار هستیم. در بخش گردن اکثرا بدون گرفتن کانترست یا دادن کانترست به مریض MRI توصیه میشه. در دمی تصویری که شما میبینین در صفحه ما یک گردن از یک مریض دارم. در بین امی دهه 34 زندگی خود قرار داره. میگه که وقتی که من صبح از خواب میخیزم میمون دستایم شخ میمانه، احساس میکنم که گز و مرمر داره دستایم و دکتره که برشان توصیه کردن MRI گردن برشان توصیه کرده. میبینیم در یک نارای گردن از یادم چی هست، یا از نظر من که رادیولوژیست هستم و MRI گردنم میخوانم و میبینم که پیش مریض چی مشکل است. ما برای شما ایره براتان در این ویدیو براتان گنجاندیم. این ویدیو میتونه به دکترها، برای معسلین، و کسایی که مریض دارند در خانه و یا کسایی که میخواین در مورد معاینه MRI خود یک اندازه بدانند میتونه مفید باشه. شیر کنین، لایک کنین و از کانال که میبینین به نام افغان لکچر است از این حمایت کنین تا ما بتونم ویدیوهای دیگه را هم شما بسازم. در MRI گردن ما تمام تصاویر به اساس تولید رزونانس یا تولید ارتعاشات که ما از پروتون میگیریم میسازیم. این کلمه است که دکترها میگن، بعضی کسا نمیفهمن. منظور ما از این است تمام جایی که آب است در او پروتون موجود است و ما تحت یک سایه مغناطیسی یا در مگنیت یا در مغناطیس کلان مریض قرار میدیم تا تمام مولکولایی که درش آب موجود است یعنی پروتون است اونها تغییر وضعیت میدن. تغییر وضعیت پروتون ها یعنی به شکل قرار میگیرن که موازی با خود قطب شمال و جنوب خود یک مغناطیس بسیار بزرگ قرار میگیرن و تحت تاثیر سایه مغناطیسی میاین. بعدا ما یک مغناطیس دیگه را که عموداً با این هست بالای این قرار میدیم به نام گرادینت یاد میشه و این سبب میشه که تا وقتی که همین پروتونی که موازی قرار داشته این آهسته تغییر میکنه تا 180 درجه میتونه تغییر کنه. اکثرا ما در 90 استارت میکنیم و بس این رقت مغنیت دوم که الکترومغناطیس دوم است او را پس گل میکنیم و میبینیم چقدر زمان میگیره که پس دوباره برسه در تایم اول یا در موقف اول. این دیگه اساس فیزیکی ازی است. از تولید می ارتعاشات ازی با اصطلاح ارتعاشات جمع میکنیم و از او تصویر میسازیم. تصویر ما دو اساس تصویری داریم در اینجا که به نام تایم 1 و تایم 2 است، یا T1 و T2. ببخشین
در تیک اکثرا آب، اگر کردکی بگویم یا اگر رقم بگویم که همگی بفهمه، در تیک آب ما سیاه است، سیاه رنگ معلوم میشه، چربی ما سفید رنگ است. در هر جایی که ما میبینیم که اگر جایی که بفهمیم که آب است، البته از نظر اناتومی سایه‌ای که براتون نشان میتم، این اطراف حرام مغز است و این مخیخ یا مخچه مغز کوچک است. این ساقه دماغ است، قسمت متوسط و قسمت پایینی ساقه دماغ، و بعد از او باز حرام مغز شروع میشه که پایان میه. اطراف ازیر ما یک مایع به نام مایع نخایی میگن تشکیل میده که اطراف ازیر است. در تصویری که ممیال ماوس ما بالایش هست، در اینجا آب سیاه است. این به این مانا تیک است. شحم ما که است یا چربی زیر جلد ما که است و سفید رنگ است نسبت به آب. این مشخصه عمده تیک است. در تصویر کلانتر در این بغیر اگر ببینیم، آب سفید شده و شحم هم سفید است. این T2 است. همین دو از به اصطلاح دو سکونسی که ما داریم، از این ما سکونس های دیگه را هم میتونیم بسازیم. به این مانا که نظر به وقتا و نظر به از این که ارتعاشات چی وقت در کدام زاویه قرار میگیره، ما میتونیم بعضی از انساج به اصطلاح سیگنالش گل کنیم و بعضی از انساج سیگنالش زیادتر بسازیم. مثلا اگر ما فت در نظر بگیریم، بگوییم اگر فت از بین ببریم، بس یک سیکونس دیگه داریم به نام فت سچوریشن، یعنی T2 را داریم اما فتش گم میکنیم. جایی که فت هست یا چربی هست و از بین میره، بلکه جایی که اوجا اوده ما یا ای که مایع است یا که ترزیز دیده شده یا یک جایی که ضربه خورده و در اوجا کم التهاب شده، ما شحم از بین میبریم و التهاب میتونیم به بسیار خوبی ببینیم. در حالی که اگر در T2 خالی ببینیم، شحم و التهاب بر دویش سیگنال بلند است، نمیتونیم از یکی دیگه فرق کنیم. یک مثال بود که براتان دادم. ببخشید نمیفهم چرا گل در دستم. اما خب پیشی مریض خود میبینیم چی است. از نظر اناتومی تشریح میکنم. مخیخ، ساقه دماغ، قسمت بالایش که به نام مید برین است که نامده ایجن یا نمیاید ای تصویر، قسمت وسطیش که به نام پانز است و بعد از او میدولا ابلونگاتا در این قسمت قرار داره. با تقییم میدولا ابلونگاتا ما میدولا اسپینالس داریم که در کانال بین الفقری ما الا قسمت لومبر دوم یا کمری دو، موره کمر دو میتونه ای به این شکل باشه. در مقابل از این ما مورای کمر داریم. مورای کمر با توجه شوین در پیش روی از نخا قرار داره و قسمت پیش روی کانال نخایی را تشکیل میده. در اینجا موره اول و دوم ما همیشه با هم دیگر نزدیک است و چسبیده هست با یکی دیگه. موره سوم گردن، موره چهارم گردن، موره پنجم گردن، ششم، هفتم. از هفت به بعد موره های صدری شروع میشه که موره اول صدری، موره دوم صدری و قسمت بالایی از موره سوم صدری دیگه هست. تصاویر تنها یک تصویر نیست، بلکه ما تصاویر به مقطعهای مختلف به شکل ارزانی گرفتیم. یعنی اگر شروع کنم، شما در اینجا ببینید که اینجا از طرف چپ است، این طرف راست است. تصویری که من در اینجا دارم، این تصویری هست که از چپترین قسمت گردن گرفته شده که در اینجا ما عضلات میبینیم، شحم جلدی را میبینیم، یک اندازه رگای که به طرف سر میره میتونیم ببینیم، مفاصل کوچک فست جاینت خدا میبینیم. هرچه به طرف داخلی هم خط متوسط بریم، اینا از بین به حساب کم میشه فاصله ایشان و به طرف کانال نزدیک میشیم. در اینجا هست در این فاصله ما کانال های فاصله بین الفقری را اگر ما در این تصویر تغییر بتم، شما فقط در این مقطع متوجه شوین. ما میخوایم که این کانال بین الفقری را یا کانالی که در حساب ازش میگذره و طرف یک دست یا قسمتی از دست ما میره، ما این را میتونم به بسیار خوبی ببینم. ما تنها یک مقطع نه بلکه چندین مقطع را به شکل ارزانی یعنی قسمی که در اینجا در این تصویر کوچک میبینیم که نشان میده در کدام سطح هستیم و در مسیر
ساجیتال یا مسیر قدمی خلفی خود داره که قسمت مرکزی ما در اینجا است، قسمت طرف راست ما در اینجا قرار داره و قسمت طرف چپ ما در این قسمت قرار داره. ما استفاده از E2 T1 و T2 تصاویر خود همراه با مقطع ارزانی خود میتونیم یک مشکل در یک جای تعیین کنیم و جایش نامش بگوییم که در کجا است. برای دیدن مورای کمر و ببخشید مورای گردن، خود موره ها رو میبینیم که به شکلشان تام است، اطرافشان زگنال سیاه 4 طرف استخوان دیده میشه، به این معنا که استخوان‌هایشان مشکل اودایما داره. اودایما اکثرا در وقت میاد که یا شکستگی باشه یا ترزیست باشه یا یک التهاب در ساعت تشکل کنه، به او خاطر التهاب سفید رنگ به اصطلاح دیده میشه. ما اینجا رنگ سیاه داره اطرافش، شکلشان تام است، فشار نشده داده، به این معنا که مورا نزدیک با هم دیگر جسم فقری یا جسم مورا نشده. در اطراف ازی شما اگر متوجه شوین، من جسم فقری را در این تصویر براتون نشان بدم. این جسم فقری هست و اگر من کمک کمره خود دور کنم تا بتونم درست ببینم، شما ببینید جسم فقری و این امو بال فقره یا آرکوس که میگمش یا آرچ یا محراب فقره، این ساحه که دو فقره با هم دیگر یک جای میشه که در اینجا یک مفصل را میسازه. این کاناله که در او اعصاب رگ ورتبرال دیش میه، چون فقره گردن است یک رگ به طرف، دو رگ ما داریم از طرف خلفی یا پشت سر میایه خون به طرف سر ما و دو رگ هم از پیش روی میایه بالا به طرف سر ما. این دو رگ که از طرف عقب میایه در این کانال قرار داره که به نام کانال بین الفقری یاد میشه. رگای عصب از خود ارام مغز شما متوجه شوین. ما این را میخوایم یک اندازه کلان کنم تا بتانم با بسیار خوبی ببینمش. به او خاطر ما باید مگنیفیکیشن بگیرم. شما ببینین ما تصویر ارام مغز بسیار بزرگ کرده میشه براتون. این خود ارام مغز است، در بینش یک خیال اچ مانند که شکل اچ است که ماده یا وایت ماتر و گری ماتر سرحدش نشان میده. از اینجا یک عصب میبرایه، از این کانال میره به طرف یک دست ما، در عین زمان عصب دیگه هم از خلف میبرایه، یک قسمت از اینجا میبرایه با هم دیگر یک جای میشن. این از اینجا میره همراه پشت سر که قسمت پیش روی ما قسمت حرکی ماست، قسمت عقب ما قسمت حسی ماست. یعنی حسیت مو اعصاب از پشت سر میبرایه، حرکتش از پیش روی میبرایه و یک رشته عصبی را میسازه که به این کانال میره. به خاطر که ما ببینیم کانال های بین دو موره ما بسته هست یا به اصطلاح بعضی وقت کانال ها تنگ میشه، این ساحه هدف ماست. در بین هر فقره ما باید امی ساحه را ببینیم. شما متوجه شوین وقتی که من این تغییر میتم سرحدهای هر فقره دیده میشه. دسکای بین الفقری، بعضی وقتا ما میگیم که ما دسک پیدا کردیم یا دسک گردن دارم یا دسک کمر دارم. مطلب ما از فاصله های بین دو فقره هست که در اینجا ساختمان های گرد به نام دسک موجود است که سبب میشه تا شاک یا فشار آب جذب کنه به خود. در منظره تیک اگر ببینین بسیار به خوبی اینجا این دسکا را میبینین که از نظر مقطع خود اینجا قرار داره. اگر دسک عقب رفت و بالای نخا فشار آورد ما برش میگیم پرولپس، او هم درجای مختلف خود داره. به خاطر ازو میتونین در تی دو بسیار به خوبی ببینیم یک اندازه کم که فرو رفتگی ها داره اما تماس با نخا نداره، هم در طرف راست و هم در طرف چپ و در کدام قسمت، در قسمت نامزی 2 3 4 بین 3 و 4 و بین 4 و 5 یک اندازه هست، اما این رو من نام نمیگیرم به خاطر که مریضه نمیخوایم وقتی که اندازه بسیار کم مشکل داشته باشه که ما او رو بگویم مریض استی و او بالای از او فکر کنم. پس این نارمل است در این ساحه. چیزی که به من مهم است رگایی است که مبرای از این ساحه که او بهترینش در منظره یک میتونم به خوبی ببینم.
در دیگه منظور ما از این است که ما باید چربی داخل کانال ببینیم و چربی های کانال نشان دهنده از این است که در ساحه به اصطلاح تضایق یا خرد شدن موجود نیست. اولین چیزی که تضایق با بار میاره این است که مقدار چربی در ساحه کم میشه. مثلا این رگک کوچکی که برآمده، رگی که برآمده، این میتونه مستقیم در تماس با یک استخوان و یا یک استیوفایت یا یک بارزه از میک که اوج تولید میشه سبب فشار بالایی عصب شود و بسیار خوبی دیگه میبینیم که اینجا نیست، خالی است. رگه ما در وسط قرار داره و اطرافش چربی یا شحم موجود است. در این زمان ما در اینجا معلومات بیشتر را از انساج نرم، یعنی مثلا عضلات میتونیم داشته باشیم، همچنان بین مفاصل کوچکی که در اطراف ما اطراف یا طرفای جنبی موجود است که به نام فاسد جاینتس میگن، در اینجا داشته باشیم. پروسس اسپینوزس یا همون بارزایی که ما وقتی که ما دست میزنیم در پشت سر دیده میشه عبارت از اینی قسمت های استخوانی هست که ما به خوبی میبینیم. خب مایع هم یکی از چیزهایی است که ما با او باید زیاد فکر کنیم، خصوصا در صورتی که ترزیست باشه، مثلا مریضی که صدمه ترافیکی دیده باشن در حالات تروماتولوژی از او بسیار ما به خوبی استفاده کرده میتونیم. امیدوار هستم که این ویدیوگک با وجودی که 19 دقیقه هست یک چیزی را برای شما بیان کنم و هدف ما هزی بود که همگی بتانه یک اندازه معلومات را به شکل عمومی، به شکل که عامیانه و عامفهم باشه ما برشان برسانم. از کانال افغان لکچر به دیگه هم میتونین این فایل ها را بفرستین، این ویدیو ها را لینکش بفرستین. کسایی که نمیتونن لینکش بفرستن میتونن دانلود کنن. موادی که ما در این کانال مندازم به خاطر حفظ پول نیست، بلکه به خاطر ازیسته که مساوی دانش مردم خود، خصوصا دکترها و محصلین خود بلند ببرم. تشکر از شما.